امروز جورابек نظری تقریبا 50 سال همچون حافظ به صحنه مردم ما آمد، به میدان هنر آمد و ما اون وقت دانشجو بودیم. شخصا یاد دارم که چی شر و شور برپا کرد. اون وقت به صحنه هنر آمدن آسان نبود، مثل امروز نبود. استادان صنعت ما، استادان مخصوصا آوازخوانی ما انگشت‌شمار بودند و در بین آنها دو جورابک بسیار معروف بود که در تمام تاجیکستان مشهور بودند، غلغله افکنده بودند و محبوب مردم شده بودند و در همون محیط دعوا کردن و به میدان برآمدن این کار بسیار، این مردانگی و هنر و جسارت و جرأت بسیار بزرگ می‌طلبید و جورابek نظری با همین روحیه به میدان هنر وارد شد و همه ما شاهدیم. همه اون نفرایی که اون سالها علاقه چی گوییم سری عقل بودند و سری اندیشه بودند، یاد دارند که چه خیلی کنسرت های پرغلغله و کنسرت های بسیار سر آدم برپا میکرد. در همین پس چایخانه راحت یک تئاتر تابستانه بود و کنسرتاشون اکثر در همینجا برپا میشد. ما دانشجوها بلیت پیدا نمیکردیم و می رفتیم از چهار طرف همون بنا درختها بودن، بالای درختها برآمده از سر دیوار کنسرت تماشا میکردیم. همین صحنه ها در یاد من هست، یک مانع بسیاری ها. و چی بود سری این معروفیتی در جوانی حاصل کرده جورابek نظری؟ پیش از همه در شعر بلندی بود که او میخواند، بعداً در شاعرای بود که او معرفی میکرد. مثلا تا جورابek نظری من یاد ندارم که یگان حافظ ما از قاآنی شعر خوانده باشد، سرود کرده خوانده باشد، یا از خاقانی خوانده باشد، یا از انوری خوانده باشد، یا از معیزی خوانده باشد. نمیخواندم، در یاد من نیست. جورابek نظری همین شاعرای معروف کلاسیکی ما را معرفی کرد، توسط آهنگ‌های زیبا، توسط آواز شیردارش معرفی کرد. شعر بلند آنها به خلق ما رسید و همچنین اشعار بسیار شاعران ایران، پاکستان، افغانستان برای ما معرفی کرد، به خصوص شعر خلیل الله خلیلی، محمد اقبال و دیگران را. این بسیار یک خدمت بزرگ بود که در اون وقت این شاعران، هم اون کلاسیک های نامبر کردیم، هم این شاعرای همزبان، نه در برنامه مکتب میانه ما بودند، نه در برنامه دانشگاهی و ما اکثر آنها را از سرودهای جورابek نظری شناختیم. بعداً همه ما درک یافتیم که جورابek نظری با اون معنی رسی و با اون معنی خوانی خود اهل معنی، خود اهل تحقیق، خود اهل علم بودند و کتاب های بسیار خواندنی، رساله های بسیار خواندنی به اهل علم، به اهل تفکر پیشنهاد کردند و به یاد من هست رساله اولینشان مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او. بسیار یک رساله جالب بود، بسیار یک رساله خواندنی، رساله تازه، تا هم موضوع تازه است، هم اندیشه ها، هم یک شاعری نامعروف برای دایره وسیع معرفی کردند. یکی از اعضای فعال اتفاق نویسنده ها بودند. هفته نبود که از ما خبر نگیرند، یگان فکر پیشنهاد نکنند، یگان ایده نتیان. عموما در تمام چاره‌بینی های اتفاق نویسنده ها فعالانه اشتراک میکردند، صحبت میکردند، سخن میکردند، سرود میخواندند و سرودخوانیشان چنان که گفتیم بسیار سرودخوانی معنی بود، پرمعنی بود و در اون 50 سال پیش اینجا دوستای ما هستند، هم اهل صنعت، هم اهل شعر، میدانند که درباره تاجیکستان کم سرود بود.
امروز است که همه حافظات تاجیکستان میگویند از استقلال تاجیکستان و از وطن کوچک ما میخوانند، لیکن اون وقت بسیار کم بود درباره تاجیکستان شعرها، سرودها و توسط یک شعر استاد گلرخسار تاجیکستان به همه ما نزدیکتر، قرینتر، عزیزتر کرد. جورابک نظری: دو رفتم تا تو را نزدیک بینم، از تو رفتم تا دم با تو نشینم. این همین خیلی یک شعر بسیار دلرسی جالب بود و در نقرات وقتی که تاجیکستان میگفت هم اشک شادی جاری میشد و هم اشک افتخار و همین خیلی با وطن عزیز ما بسیار محبت داشتند. در همه جا که میرفتند از وطن میگفتند. در همون سالهای دشوار من با همون اینستیتوت دستخط‌ها رفت آمد داشتم. همیشه در همین جا بودند، در وطن بودند. برای نگهداری همون خزینه دستخط‌های ما که یک گنجینه بزرگ ملی است خدمت‌های بسیار کردند. خدمت‌های بسیار همراه استاد قناعت، همراه دیگر همکاراشون که در این تالار هستند بسیار خدمت کردند و از جمله جوانها هم، از جمله همسالاشون هم بسیار نفرای دانشمند، نفرای دلسوز، نفرای مسئولیت شناس به همون کاری دستخط‌ها جلب کردند. دستخط‌های بسیاری را به چاپ آماده کردند. دستخط‌های بسیاری را از گوشه و کنار، از دهه‌های دوردست خریداری کرده به خزینه دستخط‌ها آوردند. این همه در یاد مردم البته میماند، در تاریخ فرهنگ ما، در تاریخ علم و ادب ما میماند. امروز بهانه ما معرفی یک کتابشان، یک کتابی که دوستان، شاگردان، نزدیکان برای زادروزشان آماده کردند و یک سطری سرودشان عنوان کتاب شده است که می‌نگریم و می‌رویم و کاش هر انسان همین خیل نگرد و همین خیل رود که استاد جورابک نظری نگریست و رفت. کتاب‌های دیگرشان در دست چاپ است. من راست گپ در حق همین ادیبا، اعضای اتفاق نویسنده همیشه دو آرزو دارم که اثرهاشون موفق باشد و فرزنداشون صالح، سزاوار پدرها مادرهاشون باشند. و بسیار خوشبختی است، باعث خوشبختی است که جورابک نظری هم اثرهای موفق داشتند، جورابک نظری، و هم فرزندای بسیار بلند و ناموس و بنام. و یک کتاب دیگر آماده کرده استادیان، همه سرودهاشون روی ادوار آوردن و من قسمی همون متناش غزل و اون شعراش خواندم و بار دیگر حاصل کردم که در حقیقت در انتخاب شعر، در انتخاب متن، در انتخاب معنی یکی از حافظای بسیار موفق ما، بسیار مسئولیت شناس ما و بسیار محبوب ما هستند، جورابک نظری. من باور دارم که باز این کتابم به چاپ میرسد، کتاب‌های دیگرشون به چاپ میرسد. ما به همین بهانه‌ها باز سرجم میشویم، باز یادی نیکشون میکنیم. همین خیلی است. آدم‌های نیک هرگز نمیروند. آدم‌های نیک کتاب میشوند، سرود میشوند، شعر میشوند، مکتب میشوند، خیابان میشوند، آثارخانه میشوند و همیشه در بین مردم ما، در فرهنگ ما زنده میمانند. یادشان بخیر. و حالا برای گردان کردن این محفل یاد بود سخن به شاعر و دانشمند شناخته ما بهروز ذبیح الله که افتخار دوستی هم داشتند با استاد جورابک و افتخار همکاری هم. مرحمت. تشکر. خدایا جورابک خوش صدا کو، همان خونیاگری صوت و نوا کو، همان بالا بلندی با صفا کو، همان خوشباوری اهلی صفا کو، همان شیری نری
ملک خدا کو که شمع بزم ما روشن نماید. دوستان گرامی، دانشمندان و محققان محترم، اهل ضیا و روشنفکران ارجمند، امروز با تشبث اتفاق نویسندگان تاجیکستان و خانواده استاد همانطور که ذکر رفت، مراسم رونمایی از کتاب مینگریم و میرویم، یادنامه استاد جورابک نظری، ما گرد هم آمدیم که در روز زادروزشان برای همه شما اهل تالار تحفه خواهد شد و از این شخصیت بزرگوار یاد خواهیم کرد. شخصیت استاد بسیار فراگیر بود. استاد قناعت گفته بود که جورابک نظری یک شخصیت همه فصلی و همه بعدی است. بنابراین شخصیت رو در از چهار زاویه میتوان بررسی کرد. یکی جورابک دانشمند که تفصیلاتش را نمیگوییم، دوم جورابک هنرمند، سوم جورابک روشنفکر، چهارم جورابک مدیر مدبری که سالهای زیاد در بانفوذترین پژوهشگاه و انستیتوت تحقیقات میراث خطی کشور ما خدمت کرد و این پژوهشگاه را در سطح بسیار بلند از نظر هم علمی و هم از نظر کادری بالا برد. در یک مصرع استاد گلرخسار گفته بود که با روح بلند کوه را که دیدی. همون غرور، استعداد جورابک را بسیار خوب توصیف کرد، چون از نزدیکترین شخص در این محفل ما با استاد گلرخسار هستند و با اجازه شما از استاد محترم گلرخسار خواهش میکنیم که خاطرهای خودشان را به طور مختصر در این محفل ما بیان دارند. مرحمت. با روح بلند کوه را که دیدی، در راه مراد کوتل و چه دیدی، با این همه آرمان و عرفان ای دوست، افسوس دریغ عمر کوتاه دیدی. 24 می سال 2020 روز رمضان، عید رمضان، ما جورابک از دست دادیم. بدترین روز بود برای همه ما. خب اون سال به همتون معلوم است، یادش نمیخوام که به یاد شما بیارم. میگن که مرگ عالم مرگ عالم است. میگن که تا یک کس نمرد جای یک کس کشاد نمیشد. نادرست است. جای یک کسی خوبه، جای یک کسی ناتکرار هیچ کس گرفته نمیتوند. من هیچ عادت کرده نمیتونم که جورابک نیست. انا با دوست عزیزم هم صنف ما هم کورسیم، یک بار از کورس سیوم تمام هنر ایجادیات و استعداد جورابک، استعداد ذاتیش پیدا شد. بسیار درست گفتن در مسئله هم که شعرهای هر خیلی رو نمیخواند، لیکن من همیشه میگم که میترسونم شما که خودم مجبورم تعریف کنم. از شعرهای اولین ما سر کردیم. مثلا یک شعر بود: از سر قوله پامیر تو را فریاد نبودم، تو چیاری، یا که نگل هست و نگل رخسار به تو، یا که میروم هرگز نمی آیم دیگر. این در بین استودنتو گیم شده بود، نه برای آنکه اون ما گفته بودیم، برای آنکه نیاز داشتم و جماعت و همه چیزا. من گپ بسیار نمیخوام گم، به همه شما یک عالم تشکر میگم از نام دوستم که روحش زنده است و با پسرکای نازنینش، با دخترای نازنینش، با خانم منیره نازنین که خودم خواستگاری رفته بودم براشون. با همه‌شون یک دنیا تشکر میگویم. اینا درد خودشون حاضر میخواهند که با این سبک کنن، چون این پدر از دست دادن کار آسان نیست. و من میخواستم بگم که زندگی جورابک مثل همه انسان‌هایی که هنر دارن و چی دارن، علم دارن، بعد مرگش سر میشود. و قول بزرگ جای او در دیده بود اکنون به دلها رفته است. سلامت باشید. زهی چشمم که هرگز نم نمیرم، زهی
سبک شود با شعر رودکی، اشعار رودکی بود اشعار جورده. یک ترانه میخوان شادروان از صوفی اشقری، میگفت که ای دوستان برای خدا یاد ما کنید، شرطی وفا و مهر و محبت بجا کنید، چیز دیگر ز پیش شما نیست خواهشم، دست برآورید و برایم دعا کنید. و چه خوب که امروز در این محفل با شکوه ما یاد استاد را میکنیم و همون وصیت او را اجرا می و طور گفتم که امروز معرفی که همین کتاب مینگری و میرویم هست. این کتاب از 5 قسمت یا 5 باب عبارت است. در قسمت اولش سوگواره ها هستند که هم از نام شخصیت های برجسته ملی و هم از نماینده های کورپس های دیپلماتی و دیگر دوستان استاد و سازمان های علمی و تحقیقاتی از خارج کشور جمع آوری شده است. در قسمت دومش یادنامه دوستان همصفان استاد می باشد در شکل مقاله و قسمت سومش مرثیه هستند، تعداد از شعرهایی که بعد از فوتشان در سوگ او سروده شدند. و چهارم اندیشه های کوتاه دانشمندان هم داخلی و هم خارجی درباره شخصیت استاد جورابک نظری گردآوری شده است. و در قسمت پنجم با نام تصویرهای زندگی با عکسهای خود استاد ما مرحله و روند زندگی او را در اینجا انعکاس کردیم. این کتاب با زحمت خود فرزندان استاد، خانواده استاد تهیه شده است و از نظر دیزاین و تزیین هم بسیار کتاب زیبا است، بسیار کتاب نفیس است و امیدواریم که در خانه همه شما یک بهانه خوب است که از این بزرگان ما یاد خواهیم کرد. و اینک در ادامه برنامه از استاد عبدالرحمن عبدالمنان ادبیاتشناس محبوب ما که به تازگی کتاب استاد از دیروز امروز ادبیات معاصر تاجیک نشر شد که تبریکش میگیم استاد را. و در این کتاب درباره شخصیت‌های ادبی و فرهنگی ما بسیار مقاله‌های برجسته خوب استاد آوردن که یک کتاب تحقیقی و علمی و عبرت آموز است. مرحمت. سلامت باشید. با جورابک چنان که گروخسار گفتن ما یک جای به دانشگاه داخل شدیم، امتحانهای داخل شوی را یک جای سپاریدیم و تا آخرین لحظه های زندگیش با هم بودیم. در طول 50 سال زیادتر، نیم عصر زیادتر، گویا که از یک هوا نفس میکشیدیم با هم. من بسیار فکر کردم که کدام از یادداشت‌هام گویم، چون که اینقدر بسیار است این خاطره ها، یادداشت ها، با هم بودن ها و همش لحظه های خوب بودند. نشد از این خیلی که ما یگام بار گپ مان گریخته باشد یا که از هم رنجیده باشیم از هم دیگر، نبود. دستگیری هم دیگر بودیم. تمام کردیم دانشگاه را، یک جایه به انستیتوت شرقشناسی اکادمی علمهای تاجیکستان به اسپیرانتورا داخل شدیم، با هم کار کردیم. بعدم در انستیتوت زبان ادبیات چندین سال با هم بودیم، با هم کار میکردیم. مهمش این که من از دوره دانشجویی در خانواده جورابک یک تقریبا عضو عائله بودم. اینجا درباره شخصیت جورابک گروخسار بسیار خوب گفتند. آدم بسیار با غرور بود، غروری به خودش خاص داشت و موردهایی میشد که از او خاکسارتر کسی نمیدیدی. در مسئله انتخاب شعر گفتند واقعا جورابک از مولوی زیادتر میخوند، از مولوی
از حافظ، از سعدی بسیار میخوند و این اودیتوریا همون شنونده ها رو هم به نظر میگرفت. وقتی میخوند من یک وقت نوشتم در کدام مقالم که دونسته جوربک شعر بسیار نغز میفهمید، بسیار نغز میفهمید و نغز میرسوند به شنونده. مثلا اما غزل سعدی می ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، همینه جوربک من ندانستم میخوند. بعد عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، جوربک میخوند عهد نابستن از آن به که ببندی و نآیی. من ایراد گرفتم به جوربک که جوربک اصلش این خیلی است، این خیلی میخونی. گفت عبدالرحمن وزن و ایران نمی شود، من ندانستم گویی همون است. بسیار در همون شناختن متن و رساندن شعر جوربک بسیار نازک فهم بود. درباره کارهای علمی جوربک بسیار نوشتند. همون کتابی پاسداری میراث نیاگان، در اونجا بسیار مقاله های خوب است، اگر دسترستان شود بخونید. هم گپا همه گپانه به هر حال اصلی گپ همونجا گفته شده است. لیکن در خصوص آن که جوربک راهبری بسیار خوب بود. گفتم ممکن است که در زندگی، در دوستی، در راهبری جوربک غمخوری به همتا بود. همین کسی به یگان احتیاج اگر نزدش می اومد حتما مشکلی همان آمده را آسان می کرد. خب وقتی من تمام شد، یادش بخیر، در دل ما، در خاطر ما، در صحبت‌های ما همیشه زنده است. یادش بخیر. دوستان عزیز، یک کمی فضا را دیگر میکنیم و یکی از بالهای استاد هنر بود و همه هنرشناسان و صنعتشناسان اعتراف دارند که سبکی که در دهه 70 ایجاد شد در موسیقی تاجیک یک سبک نو بود، یک مکتبی تازه در هنر معاصر تاجیک بود و از بنیادگذاران این سبک استاد جوربک نظری بودند و اینجا شاگردان او حضور دارند و خواهش میکنیم که بیان روی صحنه. هستی ما نظامی ما، مستی ما خیرامی ما، گردشی به مقامی ما، زندگی توامی ما، دور فلک مقامی ما، می نگریم و می رویم، می نگریم و می رویم. خواجه سروری گذاشت، وقتی چاکری گذاشت، زوری و قیصری گذاشت، دور سکندری گذاشت، شیوهی بودگری گذاشت. می نگریم و می رویم، می نگریم و می رویم. در شر و ظهور چیست، فطرت و صبور چیست، خشم و دل و شعور چیست، این حضور چیست، این همه نزد و دور چیست. می نگریم و می رویم، می نگریم و می رویم. هستی ما کمی
peşimodame Eva kanori tuyame Sohtay başamname Mo pataloshi olame Beni garemu merame Mo pataloshi olame Beni garemu merame Beni garemu merame Beni garemu merame اگر توجه کنیم رساله نامزدی شادروان بود مکتبی شیرازی و لیلی و مجنون نامه او. رساله دکتریش هم بود روایات بیبل و قرآن در نظم کلاسیکی فارس تاجیک. یعنی استاد بسیار آگاه میدانست از این موضوع ها که هم توانست که هم در هنر در سبک موسیقی و هم در ادبیات هم نوآوری ایجاد کند. مثلا سبک نوشتاری لیلی و مجنون او را میخوانی بسیار لذت میبری. یک لطفی سعدیانه داشت هم در کلامش هم در کلام نوشتاریش که کم کسی میتواند که هم کلامی گفتاریش و هم متن نوشتاریش به هم نزدیک و شبیه بوده باشد. و سالهای زیاد در انستیتوت شرقشناسی و میراث خطی کار کرد. هم این انستیتوت بانفوذ را رهبری کرد و اکنون با اجازت شما با یکی از همصفان استاد علی محمدی خراسانی از اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان از مرکز میراث خطی سخن را می‌دهیم که همکاری‌های زیادی با استاد داشتند، اثرهای مشترک زیادی داشتند و از موفق‌ترین کار این دو دانشمند همون کتاب نامه و نامه‌نگاری در شاهنامه است که هم اینجا چاپ شد و هم دو بار به خط فارسی در تهران این کتاب چاپ شده است. آخرین چاپش سال گذشته به خالم بود. مرحمت استاد. تشکر زیاد. اینجا استاد گلرخسار گفتند که ما از روز اول هم کورس بودیم، هم سبق بودیم و تا آخر همین دوستی و همون رفاقت و همین نزدیکی همان مانده بود. من هم میگویم که از همون روزی اولی که استاد جوربیک همچون هنرمند به صحنه دانشگاه دولتی تاجیکستان برآمده سرودخوانی کردند، از همون وقت ما با هم دیگر نزدیک بودیم، دوست بودیم، رفیق بودیم، در یک فاکولتیت خواندیم، در یک پژوهشگاه قریب تمام عمر تا به امروز تا آخرین روزهای عمرشان کار کردیم و فعالیت نمودیم. وقتی استاد جوربیک نظری اسپرانتوره را ختم میکردند، من نو از دانشگاه به همین انستیتوت شرقشناسی اکادمی علم‌ها به کار دعوت شده بودم. اول همچون لابرانت کلان و بعد از مدت 3 سال استاد عبدالغنی مرزایف به ما درجه خادمی خردی علمی داده بودند و ما در یک اتاق کلان می نشستیم که همه کارمندان شعبه متن‌شناسی انستیتوت شرقشناسی در یک اتاق بودند، هم مدیر شعبه علاخان افسرزاد و هم دیگر کارمندانی که در این شعبه فعالیت میکردند. من هم با استاد جوربیک نظری همکاری های بیواسطه علمی داشتیم، همکاری های بیواسطه متن‌شناسی داشتیم. در 5 جلده گلشن ادب که با همه کم و کاستی هایش در سالهای 70 نشر شده بسیار در بین مردم شهرت یافته بود، همکاری داشتیم. این گلشن ادب هر نسخهش 25,000 تعداد
چاپش 25,000 نسخه بود و اگر بعد از 2 ماه 3 ماه به مغازه های کتاب فروشی میبرمدیم اون دریافت کردن دشوار بود. همکاری از همه نزدیک ما این نوشتن کتابی که حالا بهروز جان گفتن نامه و نامه‌نگاری در شاهنامه است. وقتی ما نامه و نامه‌نگاری را در شاهنامه نوشتیم، این اساساً ما هنرمندی کرده اینا به زبانی به حروف فارسی نیاگان ما نوشتیم و خوشبختانه این کتاب ما در خود تاجیکستان با نام هنری نامه‌نگاری در شاهنامه در 300 صفحه چاپ کردیم. پسند اهل تحقیق شد و باز خوشخبر آن است که این کتاب در ایران با نام نامه و نامه‌نگاری در شاهنامه با تحریر با تکمیل به چاپ رسیده است. در برابری هنرمندی اکای جوربیک به علم، به تحقیقات، به خصوص به متن‌شناسی توجه خاصه ظاهر می نمودند و این نتیجه های خوب بار آورد. کتاب های زیادی چاپ شد که تعداد آنها در اینجا گفتن غیر امکان است. خود همین داستانی لیلی و مجنونی مکتبی شیرازی باری دیگر در اینجا چاپ شد. این کتاب حتی در ایران هم به نشر رسید و غیره و غیره. همینطور خاطره های نیک، یاد نیک درباره استاد جوربیک نظری خیلی زیاد است، چون که من هم در برابر استاد گلرخسار یکی از نزدیکترین شخصیت هایی بودم برای اکای جوربیک. موفقیت ها، این دستاورد های زیادی که استاد جوربیک نظری هم در هنر، هم در ادبیات شناسی و هم در متن شناسی آوردن، من بعد توسط شاگردان، توسط دوستان، توسط همکارانشان ادامه خواهد یافت. روحشان شاد باشد. استاد بزرگوار بسیار هواداران و دوستداران زیاد از سراسر کشور داشتند، خارج از کشور داشتند. در تمام کشورهای فارس زبان شخصیت او را می‌دانند، می‌شناسند و اعتراف می‌کردند. و حالا در محفل ما از خوجند باستانی هم مهمان حضور دارد. شاعرای ما ادیبای خوجندی از شهر خوجند تشریف آوردند و ناخوب می‌شود اگر ما برای او سخن ندهیم. همچنین با همت آنها یک گروه هم در اینترنت به نام برای استاد جوربیک نظری افتتاح کرده است که تمام ترانه‌هاش و سخن‌های بزرگان و مقاله را در این گروه می‌گذارد و یک تبلیغ خوب است برای هنر اصیل و صنعت اصیل از جانب ادیبای خوجندی. مرحمت ادیبانو. دیروز که اعلان همین محفل پرانوار و محفل اونس و محفل خاص را خواندم، بسیار آرزوی شرکت در این محفل را کردم و از خوجند آمدم. شب ساعت 9 رسیدم به دوشنبه عزیز. ای لطیف استاد کامل معرفت، ای لطیف استاد کامل معرفت، فاش اندر شهرها از تو صفت. من استاد بزرگوار، استادی که افتخار ملت ما در تمام قلمرو فارسی زبانان جهان هستند، استاد جوربیک نظری، استادی که شخصیتشان به فرهنگ، به مدنیت، به علم، به دانش، به هنر، به صنعت انسیکلوپدی بود، انسان معجزه آسا. من استاد را از آوان طفلی با سرودهای عالیشان می شناختم و دوست می داشتیم تمام اهل خانواده. اما بعد اینکه دانشجو شدیم و ایجادیات علمی استاد از نزدیک طریق استاد ارجمندمان عبدالمنان نصرالدین آگاهی پیدا کردیم. طریق استاد با یک شاعر بسیار نادر مکتبی شیرازی و ایجادیات او آشنایی پیدا کردیم. نپلیون یک شخصیت تاریخی سرلشکری فرانسوی در یک سخنش میگوید که من
واژه موفق نبودن، واژه کامگار نبودن را نمیدانم. استاد جوربک نظری مثلا تصور کنید ساحه علم، ساحه ادبیات دو اقیانوس ناپیدا کنار است و در این دو ساحه ناپیدا کنار استاد جوربک نظری انسان موفق ترین و استاد نامدار و شهرتیار بودند. شخصیت های معجزه آسا، شخصیت های خداگونه بعد از رحلت جسم هم در خدمت خلق هستند. یاد استاد بخیر. الهی همیشه در جلوی چشم های ما، در یادهای ما، در افزانه دل های ما باشند. تشکر زیاد. دوستان ارجمند، حالا از راوی ممتاز ما محترم آرتی قادر خواهش میکنیم با یک قرائت شعر محفل ما را مزین کند. آنچنان زی که از حادثه بر باد روی، حسن معنی نگذارد که تو از یاد روی. استاد جوربک نظری همین طور زیستند. تمام حیاتشان، تمام سریشتشان فرهنگ بود، ادب بود، هنر بود. من از زمره خوشبختانه بودم که چندین سالها در تئاتر لاهوتی مجری راوی برنامه‌های کنسرتی استاد جوربک نظری بودم و به این معنی از دوستم شاعری عارف عبدالقادر رحیم یک شعر را میخوام جهت یاد از استاد ارجمند و گرامی برای شما قرائت کنم. در این یک روز فیروزی، در این یک روز جشن و سور، زیاران یاد میاریم، یاران هنر، فرهنگ بس والا، ز اربابان که عمر اندرین راه رفتن، جان سپردن. چه یاد نام و یاد کار و یاد رغبت‌های بی پایان. چه یاد فضل و یاد عدل و یاد آن بس بهترین انسان. چه یاد ذوق و یاد شوق و یاد فرزندان پر با ننگ که دنیا را بیاوردند این زیبایی و این رنگ. اگرچه آن همه در گوشه امروز در خوابند، کجا خوابند؟ چو با خورشید می آیند، چو با خورشید می تابند و گرمی روشنی را بهر ما از بهر عالم، بهر آدم هدیه می سازند. اگرچه آن همه در چشم ما خاموش می آیند، کجا خاموش می آیند؟ مگر آواز دریا و نسیم آواز آنها نیست؟ مگر این سبزه ها، گل های نورسته یکی از راز آنها نیست؟ هزاران شکر باید کرد، هزاران شکر باید گفت که هر که در هنر یا در ره آن جان بخواهد داد، کسی از مردگانش هم نمی داند، کسی از مردگانش هم نمی خواند و می خواند و می داند برای یک زنده جاوید. به یاد رفتگان، آن زندگانی در هنر جاوید، هنر را دوست داریم، دل ببندیم
جاودان ما، اگر خواهیم ماند این جهان جاوید، اگر خواهیم باشد این جهان زیبا، اگر خواهیم دایم زندگانی ما. روحشان شاد و خاطرشان همیشه بین دوستان، بین جامعه ما، بین اهل دل جاودانی است انشاءالله. و اینک از استاد ارجمند دانا بهرام خواهش میکنم که برنامه خدا اجرا کنند. مرحبا. ای دل بیا به صحبتی یاران جگی جگی، ای دل بیا به صحبتی یاران جگی جگی، عاشق شدیم با گلی خندان جگی جگی، عاشق شدیم با گلی خندان جگی جگی، از دیدگان نازک شاقه همه چکی، از دیدگان نازک شاقه همه چکید، در برگ گناه قطره‌ای باران جگی جگی، در برگ گناه قطره‌ای باران جگی جگی، سر و قدش خمیده شد در پیش گلخان، سر و قدش خمیده شد در پیش گلخان، پادشاهی مصر یوسفی کنعان جگی جگی، پادشاهی مصر یوسفی کنعان جگی جگی، شور فتاد بر سر بازار مهوشان، شور فتاد بر سر بازار مهوشان، یوسف نشسته بر لبی دوکان جگی جگی، یوسف نشسته بر لبی دوکان جگی جگی، ای دل بیا به صحبتی یاران جگی جگی، ای دل بیا به صحبتی یاران جگی جگی، عاشق شدیم با گلی خندان جگی جگی، عاشق شدیم با گلی خندان جگی جگی، عاشق شدیم با گلی خندان جگی جگی. در محفل ما شاعر خلقی تاجیکستان استاد محمد غایب هم حضور دارند. استاد گرامی مرحمت لطف کنید یک چند سخن ایراد نمایید. تشکر. با استاد جورابک نظری بسیار کم و خوردگی یک مراتب در همین شبکه یکم وقتی راه باریده، یک مراتب در یک دوره، آخران بار در همون حجره کاریش 3 بار می شود. لیکن از کودکی، از همون زمان رو به سخن و گوش کردن سرودها داشتن، از همچنین شناس بدیم. هنر چیزی دیگر است. شر نیست آدم را ببینی در کدام گوشه دنیا باشه میابیش، یا آمده صدایش میرسد یا دوستش میداری. هنرمندان هم مانند رود و دریاها از دیگر فرق دارند. همین که آواز دریا، صدای دریا و گوش رسد، میدانی کدام دریا است. هنرمندان اصیل هم مخصوصیت خود را دارند و در آنها تکرار دیگران نیست. مثلا من میدانم که همین آهنگ از سید قل بلالوف است، اینش از فیضعلی حسن است، اینش از استاد جورابک نظری. یعنی که هر که باید خودش معرفی کنه هر هنرمند، نه اینکه مال دیگر باشه، دیگر چه اون وقت اون نمیشود، یا که سخن دیگر گوش کنی این خیکن و خیکن، اون خیلی هنرمندی نمیشود. برای همین حاضر بسیار سخنهای خوب گفتن. آهنگ کتاب با نام
می نگریم می رویم. من گمان میکنم که او هم تو نگاه کرده نرفته است. هم در جاده صنعت هم در جاده علم و ادبیات نشانه بزرگ گذاشته است. از خاک سفید لای انداوه کنند. از خاک سفید لای انداوه کنند، از آهن پرگداخته تاوه کنند. پیکان نگاه دور افتد به بزرگ. پیکان نگاه دور افتد به بزرگ، از چوب درختی پهنبر ناوه کنند. این انسان ها همین خیلی هستند. روحش شاد و منزل آخرتش آباد باد. استاد جوریبک نظری شخصیتی بودند که همه را دوست می داشتند. چون همه را دوست می داشت، همه نیز او را دوست می داشتند. پروفسور شهباز کبیر در محفل ما هستند. چند سخن در این محفل ما بیان دارند. مرحمت استاد. درباره جوریبک همچون شخصیت واقعا شخصیت کامل بودند. چقدر سخنانی که گویم آن خصلت و خصوصیت و اعمال جوریبک را به پرگی انعکاس کرده نمیتوانند. جوریبک برای من نه دوست بلکه برادر بودند. از برادرم بالا بودند. هر لحظه که جوریبک را یاد میکنم راستش که گریه گلوگیرم میکند. برای من جوریبک از روز اولی که دانشجو شدیم در پهلویم بود تا لحظه آخرین، در تمام پستی و بلندی، شادی و سوگواری هم در پهلویم بود. وقتی شما را در اینجا نمیخوام ضایع کنم، ساعتها درباره جوریبک گپ زدن کم است. لحظه های دشوارترین، لحظه های رقت آورترین دوست وای میبینی که در پهلو بود، قوتی دل بود، همین یک ستونی خاندان اسم میکردی وای را. افسوس که ما را پدرود رفت، جایشون جنت، خانه آخرتشون آباد، گورشون پرنور باشد. خداوند فرزندان و نبیرگان جوریبک را 100 ساله کند و نامبردار پدر هستند و افتخار پدر هستند. ما به این مرا عمک میگویند یا اکا میگویند، قبط به قبط گوش میگیرم، در پهلوی ما هستند. تشکر به همه که شرکت کرده، روی دوست برادر ما را شاد نموده. سپاس استاد ارجمند. دوستان عزیز، درباره خدمت‌های استاد جوریبک هم در ساحه علم هم در ساحه صنعت اگر روزها ما صحبت کنیم باز هم کم است. به هر حال یاران و دوستان و همصفان و بزرگانی که در اینجا سخنرانی کردند شمه از این خدمت‌ها را بیان کردند و یکیش همین است که استاد در زمان استقلال همین مرکزی میراث خطی را نجات داد بگونه. با همون نفوذی که داشت این مرکز را از نو گویا بازسازی کرد. در دوران استقلالت اون هم از سال 2010 به بعد تحت رهبری استاد جوریبک نظری 4 جلد فهرستی دستخطهای مرکز میراث خطی تهیه شد و با 6 جلدی که در زمان شوروی تهیه شده بود به خط فارسی در تهران نیز او هم چاپ شده است که اینا یک گنجینه معنوی ملت ما را تشکیل میدهند. آخرین خدمت ماندگار او همین تهیه و اثر ذخیره خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی است. بسیار یک اثر با نفوذ و با ارزش و قدیمی است که امسال اسماعیل جرجانی مؤلف این اثر 980 ساله می شود و اثرش 910 ساله.
اثر است انسیکلوپدی درباره طب، همش به زبان تاجیکی خودمون در عصر 13 نوشته شده است، بسیار گرانبها است. ابوعلی ابن سینا با همه بزرگیش همه آثارش را به خط عربی نوشته بود، فقط 20 رسالش به زبان تاجیکی هست. همین ذخیره خوارزمشاهی یا اسماعیل جرجانی از همون زمان به زبان تاجیکی نوشته شده است، تاجیکی در خوارزم. اینقدر اصطلاحات دارد به زبان تاجیکی، اگر تحقیق شود، ولی متاسفانه هنوز همین اثر بزرگ به خط تاجیکی برگردان نشده است و اکثریت مردم ما از این آثار خبر ندارند و او در سالهای اخیر زندگیش تمام نیروش صرف کرد، مبلغ یافت و محققا را جمع کرد. همین اثر در 10 جلد آماده شده است و الکی چاپ آن در مرکز میراث خطی شروع گردیده است که جلد 1 دوش به خانم چاپ شد. همه این خدمت های استاد جورابک نظری بود و بسیار خوب است که همه روشنفکرها و دانشمندایی که در این محفل هستند یک در آینده با هم یک پیشنهادی هم بشود که همین مرکز میراث خطی که در زمان استقلالت حفظ شد به نام همین دانشمندی که بیش از 20 سال در آن مرکز مدیر بود، مدیر مدبر بود، کاری ادب شناسی کرد، کاری فهرست نگاری کرد، کاری متن شناسی کرد، به نامش گذاشته شود. این تشکر زیاد، بسیار خوش آمدید. بسیار افسوس میخورم که فرصت نیست که از همه شما عزیزان، از همه شما بزرگان، سخنوران ما استفاده میکردیم. من میدونم همه شما اهل دل، اهل ذوق، اهل دانش هستید. در آخر از نام شما همین شعر قرائت میکنیم. ای مردی نکو خصال یادت کردیم، خونیاگری بی مثال یادت کردیم. در خلوت اندیشه دعایت گفتیم، در انجمن وصال یادت کردیم. خوش باور و با عدالت و با همت سرچشمه اعتدال یادت کردیم. در خاطره ها همیشه پاینده شدی، در خواب و گهی خیال یادت کردیم. ای گرمتر از هوای سوزان جنوب، چون باد خوش شمال یادت کردیم. با سلسله بزرگ مردان ادب، با حافظ و با کمال یادت کردیم. ای مرد حلیم لطف و نیکیت را بر ما بکنی حلال یادت کردیم. آسوده بخواب مردی بیداری وطن، آسوده بخواب مردی بیداری وطن، در سایه ذوالجلال یادت کردیم.